دعا در حق تاجیکی که برای آزادی کیف در اوکراین کشته شده است. 81 سال پیش در سال 1943 سید قلتوردیف فرمانده واحد نظامی ارتش شوروی در جنگ ضد آلمان فاشیستی بود. پس از مرگ با او برای سهمش در راندن فاشیستان از کیف عنوان قهرمان شوروی دادند. او را در آرامگاه بایکووی کیف به خاک سپردند. سید قلتوردیف تا جنگ در تاجیکستان شوروی منصبدار بود. روز 3 می تاجیکان مقیم کیف به این آرامگاه رفتند. ما کوشش میکنیم بین هموطنان این گونه کارها را بریم، آنها دانند درباره قهرمانی های نمایندگان ملت خود، نمایندگان جمهوری خود. این برای ما بسیار مهم است. ما به همین خاطر در این جمعیت اکثرا هموطنان مقیم اوکراین را دعوت کرده بودیم و در اونجا اونها بعضیشان اقرار شدند که در این آرامگاه بار اول بودن، نمیدانستند که هموطنشان در اینجا قهرمانی کرده و به خاک سپرده شده است. 8 و 9 می را در اکثر کشورهای دنیا همچون پیروزی به آلمان فاشیستی جشن میگیرند. گمان میرفت دیگر چنین جنگ در اروپا تکرار نخواهد شد. ولی سال دوم است که این روز را در اوکراین زیر موشکباران روسیه تجلیل میکنند. هجوم بدلیل روسیه به اوکراین تجلیل این جشن و اهمیت آن را زیر سایه برده است. پوتین گیتلر چی ندارد، یگان فرق ندارد. بارکنید. گیتلر سلاویانو را چون ملت چون خلق حساب نمیکرد. گیتلر سلاویانو را، روسیه اوکراینی را چون خلق حساب نمینماید. واقعیت شده است که این کارا را فاشیستا کردگی نبودند. وقتی که ما مرده ها رو یافتیم، آدما را در گاراژها محکم کردگیان. تمپراتور مینوس 15 گراد بود، آدما در گاراژها مردگیان. دستای آدما را با سیم بستگی کپوت تیر زدگیان. این یک علامتی فاشیستی است. جنگ دوم جهان سال 1939 آغاز شد و سال 1945 با شکست آلمان فاشیستی به پایان رسید. در این جنگ از اهالی 1 میلیونی تاجیکستان حدود 300,000 یعنی از 3 نفر شرکت کرد. حدود 100,000 تاجیکستانی در این جنگ کشته شده است.